و این را با تمام صدق و اخلاص و با تمام بخیر یک ترتیب وجود و قلب و روحم براتون میگم. تمام تلاش ما مجاهدین کرام، خانندانای عزیز به خاطر شماست. به خدا قسم وقتی میبینم که شما پشت دروازه کسی منتظر شوین تکه تکه میشم. قدر زرگر بدانن، من قدر شما را میفهم که چی کشیده اید، چی دیده این شما و چطور از یک قصه ناب در غرب 100 تا مدال آویزان میکنن و قهرمانی تک تک شما را که من میبینم و این منتظر بودن پشت دروازه الف و ب من تکه تکه میشه. من این وعده را به تک تک شما میسپارم. این کوششی که امروز اینجا ما دارم و تلاشی که امروز اینجا ما دارم خالصا لله به خاطر شما مجاهدین است و در مقابل هر گونه توطئه برای